کاروان قصه. قصه های ناب و شنیدنی و به یاد ماندنی. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش وقتیم. باز هم بنده شفیق رسولی و همکار ثبت برنامه با پیشکش نمودن یک داستان زیبا در خدمت شما دوستان گرامی قرار گرفتیم. داستان امشب ما تحت عنوان پهلوان دوم از گل احمد نظری آریانا می باشد. امید است تا آخر برنامه با ما همراه بوده و از شنیدن داستان لذت ببرید. رادیوی ملی افغانستان، صدای رسای همه افغانها. هنوز هوا تاریک بود که زمان بیدار شد. بسیار تاریک بود. روزهای دیگر به این زودی بیدار نمی شد و سیر از خواب می بود که چشم باز می کرد. او عادت داشت که آهسته آهسته متوجه شود صبح شده است. دلش می‌خواست که یک چاشنی دیگر هم بخوابد و از همین رو خودش را بیشتر در لحاف می‌پیچاند و با خود می‌گفت: آخ چه خواب شیرینی، تو باش که یک ساعت دیگر هم همین طور آرام بمانم. پلک‌هایش را به زور به یک دیگر فشار می‌داد که باز نشوند و هنوز نیمه چرتی نزده بود که بانگ خروس کلنگی پدرش و یا صدای باریک و دلخراش گریه کودک همسایه همه خواب‌ها و خیال‌های شیرین او را به هم می‌زد. با یک حرکت تند بیدار و هوشیار چشم می‌گشود، لحاف را پس می‌زد و به گردن مادرش دست می‌انداخت. مادرش خسته و کوفته در خواب عمیقی فرو رفته می بود و آهسته خر و پف می کرد و با این حرکت او به شدت تکان می خورد و از خواب می پرید. زمان قط قط می خندید و مادر برافروخته و خوابالود پرخاش می کرد. چی گپ است؟ باز بلاواری بیدار شدی؟ بگذار که یک دقیقه آرام باشم. مادر راست می گفت. بسیار خسته می بود و حتی کمتر می توانست بخوابد. او خیاطی می کرد. روزها خیاطی می کرد، شبها خیاطی می کرد و هر لحظه که فارغ می بود خیاطی می کرد. هر چیز می دوخت. پیراهن می دوخت، تنبان می دوخت، کلاه می دوخت، لحاف می دوخت، خامک دوزی می کرد و غیره کارها را مردم می آوردند. خودش هم به دنبال آنها می رفت و گاهی هم در بعضی خانه ها نوکری می کرد، اما به کسی چیزی نمی گفت. نان و لباس پیدا می کرد و کرایه اتاقها را می داد و پول جیبی زمان را هم می داد. او خوش بود و زمان هم خوش بود. آنان در یک پسکوچه بسیار کثیف، در یک خانه تنگ و تاریک و پر از نم، پر از موش و خسک زندگی می کردند. و مادرش می گفت: بچیم، باید شکر خدا را بکنیم. نان داریم، آب داریم، جور هستیم، دیگر چی می خواهیم؟ پدر زمان می گفت که این طور نمی شود. این زندگی بسیار سخت است. آدم خسته می شود، آدم بی حوصله می شود. ما این زندگی را باید عوض کنیم، باید بهتر بسازیم. زمان فکر می کرد که چطور بهتر بسازیم و به یاد بازارهای پر جنب و جوش و بچه ها و آدم های خوشپوش می افتاد. به یاد خانه های مقبول می افتاد، به یاد سرک های پاکیزه و اسفالت و به یاد خانه های مقبول آن طرف شهر می افتاد که با پدرش چند بار رفته بود و دیده بود
و دهانش از تعجب باز مانده بود. در آنجا به کوچه های مردار و آدم های ژنده و مردنی و خانه های کج و کوله‌ای که خانه نبودند و خرابه و بیغوله بودند فکر کرده بود و گپ های پدر و مادرش را به خاطر آورده بود که یکی می گفت بچیم باید شکر خدا را بکنیم و دیگری می گفت این طور نمی شود، این زندگی بسیار سخت است، آدم خسته و بی حوصله می شود، آن را باید عوض کنیم. زمان همیشه به این حرف ها می اندیشید و با خود می گفت چه باید بکنیم؟ و خودش جواب می داد زندگی را باید بهتر بسازیم. پدرم راست می گوید، همه مردم شکایت می کنند که زندگی سخت است. بوبوی حنیفه هر روز گریه می کند که زندگی سخت است. دادای نورجان می گوید که خدا آورده است، چه کرده می توانیم؟ صوفی دکاندار می گوید بچیم گزاره سخت شده، هر چیز قیمت شده، من هم مجبور هستم که یک کمی قیمت بفروشم، آخر زن و بچه هایم نان می خواهند. پدر زمان چرخ میوه فروشی داشت و هر روز از یک کوچه به کوچه دیگر و از یک گوشه شهر به گوشه دیگر می رفت و گاهی هم زمان را که شلگی می کرد سر چرخ خود می نشاند و این سو آن سو گردش می داد و از شهر و مردمانش قصه می کرد. زمان که بچه 5 ساله‌ای بود و مادرش می گفت که زبان وی از ایستادن نیست و هی می پرسد و می پرسد، براستی هم می پرسد و می پرسد و پدرش هم که آدم با صبری بود جواب می داد و جواب می داد و همسایه ها می گفتند دل و گرده دارد و زمان نمی فهمید که چطور دل و گرده دارد. پدر و مادر زمان 2 کودک دیگر نیز به دنیا آورده بودند و پس روانه آن دنیا کرده بودند و زمان خودش به یاد آورد که آخرین را چطور بر دستهای خود بر روی بالشتی گذاشتند و دست به دست کرده بودند و ندانست که به کجا بردند و چی کردند. پدرش می‌خواست که دختری داشته باشد و مادرش می گفت که می خواهی یک بدبخت دیگر هم اضافه شود؟ من بچه می خواهم و آرزو دارم که 7 بچه کاکلزری و دندان مرواری داشته باشم و از آنها 7 پهلوان بسازم. زمان از پدرش طرفداری می کرد و هم از گفته مادر خوشش می آمد و می گفت که هر 7 تای ما کمر بسته می کنیم و شهرتان را آباد و پاکیزه می سازیم. مادر و پدر قط قط می خندیدند و در بوسیدنش مسابقه می دادند و می گفتند ای شیطان تو زود زود کلان شو و پهلوان شو تا ببینیم و تعریف کنیم. براستی هم زمان می کوشید که زود زود کلان شود و پهلوان شود. او هر چه در خانه بگیرش می آمد می خورد و گاهی هم فریاد و قال مقال مادرش را بلند می کرد. هیچ چیز خوردنی از دست او پنهان شده نمی توانست. این طور معلوم می شد که خوردنی ها خودشان از هر جایی که آنها را پنهان کرده اند کله می کشند و به طرف زمان چشمک می زنند. زمان بزرگ شده می رفت و دقت می کرد که کارها و گپهای بزرگان را هم هر چه زودتر یاد بگیرد. او از هر کس و هر چیز تقلید می کرد و با این حرکات وی همه می خندیدند. زمان بزرگ شده می رفت و شکم مادرش نیز روز به روز بزرگ می شد و زنان همسایه گاهی با مادرش پس پس می کردند و زمان ناراحت می شد که چی شده؟ چرا شکم مادرش اینقدر می پندد و چرا بعضی گپ ها را از او پنهان می کنند و نمی گویند؟ چرا مادرش روز به روز چاق می شود و گاهی هم ضعف می کند و بیمار می شود؟ آخر او خودش نمی گفت که باید شکر کنیم که جور هستیم. پدر زمان یک روز برایش گفت بچیم مثلی که دعای مادرت قبول شده و برادر کاکلزری و دندان مرواریدت در راه است. و اضافه کرد
در همین نزدیکی ها می آید و باید دوست داشته باشی و تربیتش کنی. آخر او باید پهلوان شود. او هم قبول کرد و هر روز دم دروازه خانه به آفتاب می نشست و انتظار آمدن پهلوان آینده را می کشید. و گاهی هم به این فکر می افتاد که 6 پهلوان در راه هستند و می آیند و باید پذیرایی شوند. این پهلوانان نمی آمدند که نمی آمدند، مثل این که قهر شده بودند و یا کدام حادثه‌ای برایشان روی داده بود. پدر هم دیگر منتظر نماند و رفت که دوره احتیاط عسکری را بگذراند. مجبور شد، وظیفه بود. می گفت ضرور است، چی کنیم دیگر؟ وطن که می خواهد باید برویم و خدمت کنیم. گذاره سخت بود. زمستان سخت آمده بود. برف و باران زیاد بود و یخک هم زیاد بود. قیمتی هم بود. وظیفه پدر هم لازم بود. زمان و مادرش تنها ماندند. پدر شبهای جمعه و برخی روزها خبرشان را می گرفت و همه کارها به دوش مادر افتاده بود. مادر بیمار بود. به سختی راه می رفت و کار می کرد و کمتر شکایت می کرد و معلوم نبود چرا روز به روز چاق می شود و تنبل می شود. در خانه‌ای که آنان کراینشین بودند 2 خانواده دیگر هم بود. علی بود دوز و رضای بستکار و یک اتاق هم در گوشه سایه رخ حویلی بود که بسیار کوچک بود و نم داشت و یک شیشه ارسی آن هم شکسته بود که جایش را با کاغذ روغن زده‌ای بند کرده بودند. بیبی در آن اتاق زندگی می کرد. بیبی یک زن پیر میان قدی بود که چشمهای فرو رفته و مهربانی داشت. او هر روز بامداد پیش از همه بر می خواست، وضو می کرد و نماز می خواند و چای نخورده می برآمد و شام پس می آمد. همیشه گره بسته‌ای با خود می برد و با خود می آورد و خدا می دانست که در آن چیست. بیبی می رفت و به خانه های این و آن آدم پولدار و دنیادار نوکری می کرد. ظرف و کالا می شست و جارو پارو می کرد و هر شام با گره بسته خود خسته و کوفته آرام و بی سر و صدا باز می گشت و به کار کسی کار نداشت. گاهی مادر زمان از بیبی خبری می گرفت و احوالی می پرسید و پیرزن خوش می شد و گاهی هم شبانه به اتاقشان می آمد و از این سو آن سو قصه می کرد و از بچه ها می گفت و زمان هم به دقت گوش می داد و همین قدر دانسته بود که آمدن پهلوان نزدیک است، چون مادر هر روز به تهیه لباس و جلو جای او مشغول بود و این را نمی توانست پنهان نگه دارد. آن روز صبح برخلاف همیشه که زمان بیدار می شد و مادرش را نیز بیدار می کرد، با ناله های پی در پی مادر زمان از خواب پرید و دید که فتیله هریکین پایین است و می سوزد و روی دیوارهای اتاق سایه های بزرگی افتاده است. ترسید و به مادرش نگاه کرد. مادر بیدار بود و آهسته آهسته می نالید و گاهی هم صدایش بلند می شد. ناله های مادر بسیار وحشتناک بود و معلوم می شد که از درد سختی رنج می کشد. 1 ماه می شد که پدر زمان به عسکری رفته بود، ولی زمان تا این اندازه احساس تنهایی و ترس نکرده بود. این بار به نظرش آمد که به کلی تنهاست و حتی از مادرش هم ترسید. 1-2 بار زیر لب آواز داد: مادر، مادر، ولی مادر نشنید و یا اینکه نتوانست جواب وی را بدهد. نالید و برای لحظه‌ای خاموش ماند. صدای نفس کشیدن تند او شنیده می شد و با خود آهسته آهسته حرف می زد:
اما دانسته نمیشد که چی میگوید. زمان با احتیاط پس خزید و از زیر لحاف برآمد. هوا بسیار سرد بود. صندلی هم سرد شده بود. او بدون اینکه کرتی خود را بپوشد به طرف در دوید و آن را باز کرد. سرمای گزنده بیرون به اتاق حمله کرد و زمان به شتاب خودش را در هوای خاکستری رنگ بیرون به اتاق بیبی رسانید و با ترس و لرز با مشت کوچک و یخ کردهش به در کوبید. اول جوابی شنیده نشد. یک بار دیگر کوبید. باز هم محکمتر و ناگهان بیبی با صدای زهیر و گرفته خود فریاد زد: کیست؟ زمان در حالی که اشک بر رخسارش جاری بود و سخت ترسیده بود شتاب زده جواب داد: من هستم، باز کنید، من هستم. بیبی دروازه را باز کرد و به سرعت و هراس آلود پرسید: چه شده؟ زمان باشیم، چرا گریه میکنی؟ چرا اینجا آمدی؟ زمان بریده و در حال گریستن گفت: مادرم چی شده؟ بیبی پرسید: چی شده؟ مریض است؟ زمان گفت: نمیفهمم، مریض است یا چی شده؟ پیرزن گفت: چرا لچ برآمدی؟ بیا داخل شو که خنک است. من همین حالا میروم، میبینم، تو غم نخور، هیچ گپ نیست، تو بیا در جای من بخواب، من میروم. زمان آهسته آهسته گفت: من خواب ندارم. بیبی شیطان چراغ را روشن کرد، پتوی کهنه‌ای را به دور او پیچاند و گفت: بیا که برویم. زمان چیزی نگفت و سرش را به علامت نرفتن تکان داد و بیبی گفت که رای نزن، همینجا باش، من میایم، و به تنهایی برآمد. پس از چند دقیقه بیبی برگشت و خنده کنان مژده داد که هیچ گپی نیست، مادرت جور و تیار می شود، آخر می فهمی بچه به دنیا می آید، تو خوشحالی کن و دعا کن که زودتر بیاید. زمان که خاموش شده بود و منتظر چنین لحظه‌ای بود به شدت به گریستن پرداخت و در میان حق گریه پرسید: چند تا می آید؟ و بیبی حیران ماند که چه جواب بدهد و گفت: من نمیدانم، چند تا باید باشند. زمان باز هم به گریستن ادامه داد و بیبی درمانده بود که با وی چه کند. گفت: تو دیوانه شدی، مردم از داشتن خواهر و برادر خنده و مستی می کنند و کلاهشان را به آسمان می اندازند و تو کت سوته بچه نشسته گریه می کنی. از سخنان بیبی خوشش آمد نیامد. خاموش بود و اشکهایش را با پشت دست پاک کرد. روی خود را با پتو پوشاند و در گوشه‌ای خزید. بیبی هم مزاحم نشد و رفت که کارها را سربراه کند. هوا که روشن شد، زنان و دختران بزرگ دور و پیش هم به خانه ریختند و سر و صدای بزرگی برپا شد. اول هیچ کس متوجه زمان نبود که به کجا رفته و پس از آگاهی هم هیچ کسی نتوانست او را از اتاق بیبی بکشد. شیطان چراغ بیبی که از یک بوتل خالی رنگ بود و یک فتیله باریک ساخته شده بود تا آخرین قطره تیل خود را مصرف کرد و سرانجام لحظه‌ای که برای زمان نان و چای آوردند و همراه با آن مژده به دنیا آمدن پهلوان کاکلزری و دندان مرواری را دادند. با گشوده شدن سریع دروازه اتاق خاموش شد. آن روز پنجشنبه و هوا نسبتاً ملایم و برای بازی با بچه‌های همسایه بخصوص برای یخمالک بسیار مناسب بود. اما زمان نمیخواست که برآید. شاید میشرمید که ترسیده و از پیش مادر خود گریخته بود. شاید از مبارک باد گفتنها و مهربانی های زیاد همسایگان خسته شده خودش را کناره کرده بود و شاید هم به این فکر بود که با پهلوان جدید چگونه روبرو شود و به او چه بگوید. به هر حال بچه های کوچه آن روز تا ساعتهای 3 و 4 عصر که هوا رو به تاریکی می رفت او را ندیدند.
و وقتی دیدند که خوش و خوشحال شیطان چراغ بیبی را گرفته بود و به دکان صوفی می برد که از تیل خاک پر کند. پول سیاه را هم محکم در مشت خود می فشرد که گم نشود. آن روز بیبی هیچ جا نرفت و تا آخر در خدمت و کمک به مادر زمان این سو آن سو می دوید و عصر متوجه شد که تیل شیطان چراغ تمام شده. می خواست که به دنبال تیل برود، اما زمان نگذاشت و هر دو پایش را در یک کفش کرد که من می روم و چراغ را تیل کرده می آورم. آخر شرم بود که بیبی تمام روز به خاطر مادر وی دویده و کار کرده باشد و چراغ خود را هم خودش ببرد و تیل کند. نه، این دیگر نامردی بود. بیبی گفت: او بچه، در کوچه کود برف افتاده، یخک است، خنک است، نمیتوانی که خود را نگاه کنی، به زمین میخوری، بلا در پس چراغ افگار میشی. و او قبول نکرد و چراغ را گرفته برآمد. در میان راه نزدیک نبش دیواری که طرف دکان صوفی دور میزد، بدون اینکه بتواند دست خود را به دیوار بگیرد، بر روی یخک لغزید و شیطان چراغ به شدت بر پاره سنگی خورد که رهگذران در بین گل گذاشته بودند تا جای پایی برای آنان باشد. شیطان چراغ پارچه پارچه شد و زمان گلالود و حیران از جای خود برخاست. او ناگهان به اندیشه افتاد که حالی چه کند. شیطان چراغ بیبی را شکستانده و بیچاره دیگر هیچ وسیله‌ای ندارد که اتاق خود را با آن روشن سازد. او فکر کرد که اگر مادرش بداند چه خواهد گفت. حتما عصبانی می شود و شاید هم او را بزند که چرا این کار را کرده است. در همین فکرها بود که دو سه دختر و بچه ها او را دیدند و به ریشخندی وی پرداختند. زمان دیگر طاقت نیاورد و های های به گریستن شروع کرد. به گوشه‌ای کنار دیوار ایستاد و در حالی که چشمه روان اشک و خلم خود را با پشت آستین کرتی پاک می کرد و دلش پر از ناامیدی بود، با صدای بلند می گریست. نه روی رفتن داشت و نه جرأت بازگشتن. در همین حال پدرش با لباس عسکری و در حالی که ټوکری پر از سبزی، نان، چای و شیرینی به دستش بود پیش روی وی ایستاد و پرسید: زمان بچیم، چی شده؟ چرا گریه می کنی؟ زمان با ترس و لرز و دیدگانی پر از اشک جواب داد: چراغ بیبی شکست. پدر پرسید: همین شیطان چراغ را میگویی؟ زمان گفت: هان. پدر پرسید: پیش تو چی میکرد بچیم؟ زمان حق حق کنان جواب داد: من آوردم که از دکان صوفی تیل بیاندازم. پدر اشکها و بینی وی را با دستمال جیبی خود پاک کرد و گفت: چرا خودش نیاورد؟ زمان آهسته و زیر لب پاسخ داد: پیش نینی بود، پیش مادر هم بود. پدر با خوشحالی و سرشار از غرور گفت: پهلوان دوم را میگویی؟ زمان به سرعت جواب داد: پهلوان دوم را. و در یک لحظه بروی شانه پدر قرار گرفت و ندانست که پدر چگونه او را به یک دست بلند کرد. پس از 1 ساعت پدر که اولین معاش خود را در عسکری گرفته بود، هریکین نوی را به نام بیبی خریده پر از تیل کرده بود و پدر و پسر دست در دست هم به سوی خانه می شتافتند. کاروان قصه در برگیرنده داستان‌های زیبا و دلانگیز از نویسندگان خوب کشور. شنیدن این برنامه را ساعت 10:30 تا 11 شب‌های دوشنبه و سه‌شنبه از رادیوی ملی افغانستان روی موج متوسط 1107 کیلوهرتز و 105.2 FM فراموش نکنید.
شنوندگان عزیز برنامه کاروان قصه، این بود داستان پهلوان دوم که به حضورتان تقدیم شد. قابل یادآوری است برنامه کاروان قصه را از طریق صفحات اجتماعی رادیو تلویزیون ملی افغانستان نیز می توانید دنبال نمایید. و تا شب دیگر و داستان دیگر شما را به خداوند منان می سپارم. بقیه شبتان خوش. الله یار و مددگارتان.